مخصوصا اینکه هشدار داده به همه ما، همه اهل دین، اهل ایمان، که خودشون را نجات بدن از عذاب جهنم و اهلشون را، یعنی زن و فرزند و خانواده را از جهنم نجات بدن. چرا که این آتش و عذاب جهنم غیر قابل برداشته و غیر قابل تحمله. آتش جهنم با سنگها افروخته میشه و روشن میشه و با بدن انسان، چربی انسان، گوشت و پوست انسان این آتش روشن میشه. ولی هیزم این جهنم سنگان و انسانان و بسیار آتش پرحرارت و غیر قابل تحمل هست. ولهذا الله هشدار داده که شما فکر نجات خودتون از آتش جهنم بکنید و فکر نجات فرزندانتون بکنید. و آیه من بعد الله تعالی می فرمایند که به کفار خطاب میکنند که امروز یعنی روز قیامت عذرخواهی نکنید، چرا که امروز روز عذرخواهی نیست، روز توبه نیست و محل توبه دنیا بود، عذرخواهی در دنیا بود. و الله تعالی خطاب کرده که به اهل ایمان که توبه کنند و از تمام گناه ها خطاهای خودشون توبه نصوح کنند، توبه مخلصانه بکنند، توبه واقعی. توبه نباشه که به زبان توبه را جاری کنند و در دل خبری از توبه نباشد. از صدق دل و از اخلاص دل توبه کنند، برگردن قبل از اینکه گرفتار عذاب میشن، قبل از اینکه بر گناه ها خدا اونها را عذاب میده. روز قیامت همان طوری که انسان های بیدین به عذاب گرفتار میشوند، غیر مسلمانان الله عذاب میده، همان طور مسلمانان هم الله به جهنم میبره، عذاب میده که جرم انجام دادن، ظلم کردن، جنایت کردن، گناه کردن و دستورات خدا را انجام ندادن. ولذا تنها راه علاج توبه هست، رجوع الله و اصلاح خودمونه و اصلاح زن و فرزنده و اصلاح جامعه هست که تویش ما زندگی میکنیم. اگر جامعه اصلاح نشه پرده به خود ما اثر منفی برگ میگرده. الله تعالی همه من و شما را توبه صادقانه عنایت